أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به برنامه رمضانی. حدیث از طلحه ابن عبیدالله رضی الله عنه روایت شده است که بسیاری از عالمان میگویند این ضعیف است، اما در ترمذی حسن غریب یا که در دارمی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که هلال رو میدیدند که اولی ماه وقتی که نمایان میشد، این دعا را میگفتند. هلال همان ماهی که در ابتدا نمایان میشود او را هلال میگویند. پیامبر میگفتند اللهم اهله علینا بالیمن والایمان. پروردگارا این ماه رو بر ما نمایان کردی، چنان سرشوی این ماه تا آخر را بر ما در این ماه عمل کردن، ماهی را خوش گذراندن، صبر و استواری از تو میخواهم. یوم برکه. با دیدن ماه چنان میگفتن پیامبر. والایمان، ایمان اینه که من میخواهم که بار الها همین ماه را به استواری و صبر، طاعت و عبادت مرا موفق گردان که در این ماه چنان عملها را انجام بدهم. این ماه را در این ماه ما عمر و بسر گذراندن را همچون برکه گردان. اللهم اهله علینا بالیمن والایمان. و این چون در دارمی آمده است بالامن والایمان، یعنی این ماه را در این ماه روز را گذراندن، عمر بسر گذراندن، زندگی کردن، همین ماه را بر ما امن و عافیت گردان. و السلامت والاسلام، و سلامت، صحت و سلامت و اسلام را همچون و السلامت والاسلام. خیلی که الله میخواهد بر ما اسلام را تعلیم داده است، ما را موفق گردان که به اسلام و به ایمان باشیم. ربی و ربکم الله، پروردگاری من و پروردگار شما میگفتند. بنابراین هر وقتی که یک مسلمان ماه رو میبیند بگوید الله اکبر الله اکبر، دعا بکند که بار الها همین ماه را بر ما ماهی مبارک گردان. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان میگفتند اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربکم الله. در دیگر حدیث آمده است که اللهم اهله بالامن والایمان. در ترمذی و در سنن دارمی آمده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.